با تشبث سرایاستی معارف شهر دوشنبه با اشتراک غالب دوره جمهوری آزمون مربی سال تاجیکستان 2020 شهلا نعمتزاده با مدیران و مربیان مؤسسات تحصیلاتی تا مکتبی شهر دوشنبه و دیگر فعالان ساحه معارف پایتخت وخوری دایر کرده شد. شهلا نعمتزاده مربی مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی رقم 152 ناحیه سینا می باشد و سال 2020 در دور ناحیوی شهری و جمهوری آزمون مربی سال تاجیکستان غالب آمد و با نشان اعلاچی معارف تاجیکستان سرفراز گردانیده شد. در جریان واخوری از تجربه پیشقدم خود شهلا نعمتزاده همکسبان خود و دیگر اشتراکچیان را طریق استفاده از مانیتور و دیگر اصولهای تعلیم شناس نمود. من باوری دارم که توصیه‌های من همکسبان من استفاده میبرند از فکرهای من، فکرهای پیشنهادهای کرده من باز هم دانش و مهارت خود را صیقل میدهند و کوشش مینمایند که در آزمون امسال برپا میشدگی سال 2021 مربی سال تاجیکستان 2021 برگزار میگردد. آنها فعالانه اشتراک میکنند. باید گفت که آزمون مربی سال تاجیکستان همساله به خاطر دریافت و معرفی نمودن مربیان با استعداد و نوآور و ایجادکار، دستگیری و هوسمندگردانی، تشکیل قابلیت و فعالیت ایجادی آنها در زمان معاصر، تکمیل دانش و مهارت کسبی و پهن کردن تجربه پیشقدم پداگوژی، قدردانی مهنت آنها گذرانده می شود. در این زمینه با دستگیری به واسطه رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، خاصه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، به خاطر هوسمندگردانیدن کارمندان ساحه معارفی پایتخت همساله به غالبان دور شهری آزمون‌های ساحوی در عرفه تجلیل روز پایتخت جمهوری تاجیکستان سپاسنامه‌ها و مکافات پولی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه سپرده می‌شود. در ادامه ملاقات با شرکت مربیان کودکستان‌های حدود شهر دوشنبه میزی مدور دایر کرده شد که در جریان آن شهلا نعمتزاده از تجربه اندوخته خود در روند برگزاری آزمون به اشتراکچیان سوال‌ها وابسته به فعالیت در پیشبرد صفت تحصیلات در مؤسسه‌های تا مکتبی پیشنهاد نمود که آنها در مدت 15 دقیقه پاسخ گرداندند. گذراندن این قبیل صحبت و واخوری‌ها بهر سیقل دادن مهارت و ملکه کسبی کارمندان ساحه معارف، خصوصا مدیران و مربیان مؤسسات تحصیلاتی تا مکتبی زمینه خوب را فراهم می‌سازد و آنها امکان دارند که در سال‌های میانبعد با شرکت در دوره‌های آزمون غالبیت را به دست آورند. مورد به ذکر است که دوام 3 سال اخیر مربیان مؤسسات تحصیلاتی تا مکتبی شهر دوشنبه در دور جمهوری آزمون مربی سال تاجیکستان شرکت می‌ورزند و غالبیت را به دست می‌آورند.